باز کتاب. چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و امروز اومدم با لیدی ای. سلام. امروز اومدیم به درخواست شما یه آهنگ برید از دو هنرمند عزیز به نام مرگان و منیژه. من قبلا از مرگان ریاکت رفتم ولی با تخمینه که میخواست مخ تخمینه رو بزنه، آخرش هم موفق نشدش. امروز اومدیم بریم ببینیم که میتونه با منیژه به توافق برسه یا نه. یادتون باشه لایک و کامنت شما واسه من خیلی مهمه. الگوریتم یوتیوب جوری هستش که با لایک و کامنت شما باعث میشه که من بیشتر دیده بشم و خانواده اون هر روز بزرگ و بزرگتر بشه. پس لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله بغلم بزن که هر روز ویدیو جدیدی که میادش رو از دست ندی. بریم بدون معطلی این موزیک ویدیوی زیبا رو با هم دیگه ببینیم. پس بریم. دوشنبه لایف تقدیم میکند. های ای دختره که او بالا نمیدونی، انا عاشقت شدم مرا تو میسوزانی. من عاشقت شدم مرا میسوزانی. خب بابا این دوباره چرا فقط دنبال دخترای جوونه؟ خب دلش جوونه، دلش جوون میخواد، حتی به غلط. اشکال نداره. آقایون اینجوری هن. حتی به اشتباه میکنن که اینجوری هن. نباید اینجوری باشن. بریم ادامه. میگم خواستگاری روان کنم و دری خانتان. ای دختر اصل چین ادرس های خانتان نمیدانی؟ همین آدرسای خانه تان را نمیدانی؟ خیلی باحال میگه. آدرس میخواد؟ آره آدرس میخواد. آدرس میخواد. خیلی بده نه؟ خوبه که آره. آمدم در خانه دیدم که دربانه میکنی تو را میبرم. حالا یکی دیگه. اومدم در خونتون سر خونتون کوچتون خونه نبودی. بگو با کی کجا رفته بودی؟ رفته بودی ها؟ توسی ازت بکنم. بریم ادامه. من خریدم اوناندم. مستی مستون کردی گل بدستون کردی، مستی مستون کردی گل بدستون کردی. وقت رو بوی دوخید یکی مستون کردی، وقت رو بوی دوخید یکی مستون کردی. آقا میخواد تجدید فراش کنه. میخواد که به اصطلاح تشکیل خانواده بده. حالا سری قبل دنبال تخمینه بود، این سری دنبال منیژه است. میگن که زن چراغ خونه است. چه اشکال داره آدم توی خونهش چراغ داشته باشه؟ نورانی، همه جا عالی. آخه هر کسی که سنش زیاده، خیلی سنش بالاست، خب. که نباید بره دنبال خیلی دختر جوون. نه نمیشه نشد. اینجوری. نه کسی که سنش زیاده تجربهش بالاتره و پخته تره. بریم ادامه. مثل الکس دی که سنش زیادتره و تجربهش بیشتره. پس من به جای چراغ میتونم چراغ ببندم توی خونم. نه. بریم ادامه. ماما های ای بچه حالا بیقدر تو قبلانی، با فکرم ایابانی در اینجا ها میمانی. حاضی سوالت به تو می زبان و ادبیات، میدانم به سوادی بلا را نمیدانی. قشنگ داره ترور شخصیتیش میکنه. کار درسته به خاطر اینکه خب سنش خیلی بالا باشه.
سنش باشه. خیلی بالاست. میگه که فکر کن اگه تو منو میخوای باید اول فکر کنی ببین توی این جهان چقدر میخوای زنده بمونی. آقایون، سخن بزرگان، آقایون تا زمانی که از لحاظ قلبی و از لحاظ مغزی جوان فکر میکنن سن و سال براشون مهم نیست و همچنان جوان هستن. اینو دیگه همه میدونن. خانوما همه چی؟ طرفدارای من میدونن. خانوما چی؟ من اصلا با خانوما بحث ندارم، بریم ادامه. حاضی سوالت به تو مای زبان و ادبیات میدونم به سوادی بلاره نمیدونی همین مطلبه ده موناندو بومن تو سوالا ایره بین احوالا بومن تو سوالا ایره بین احوالا میره میگو موچتا دختر تا تخولا میره میگو موچتا دختر تا تخولا بدا کس بدا و بره آچم نگاه داره دوبار خاله جان بگو دختر شمه تتره دوبار خاله جان بگو دختر شمه تتره میگه فکر کنم اینجاشو اینجوری گفتش که اگر تو به من بله ندی من میرم دختر خالمو میگیرم اگر اشتباه نکنم، که منیجرم بهش میگه که تو اصلا برو از خالت بپرس ببین دختر خالت تو بهت میده یا نه. چرا ندم؟ صحیح سالم خوشم گفت ببین چقدر جسمانی من اوکی و ردیفم. چی میخواین دیگه؟ چرا من خیلی کم زبان تاجیکی رو متوجه میشم ولی ایشون خیلی خوب میتونن خب من نزدیک ترجمه کنن. 70 تا 75 6 تا موزیک ویدیوی ریاکت تاجیک رفتی؟ ریاکت به رفتم. خاطر اوایلش همین. منم یه خورده سخت بود برام ولی الان دیگه قشنگ جالبه. صدا اصلا همه چی رو متوجه میشه. بریم ادامه رو ببینیم. من واسه ایشون ترجمه میکنم. حالا میفهمی خیلی هاشما. بریم ادامه. لوس بازی دختر. بریم ادامه. راست میگی نه نه. تو یه بار فکر کن که امروز روزی توی مانای موینو کیرکاروف و ترمیناتور مهمانای توجه کردی؟ دارن زور بازوشون رو نشون میدن. خب آره دیگه مردا خیلی قوی ترن. آره ولی ایشون خیلی سنش بالاست. بابا چه سنش گیری که داری به بالاست سن دیگه زور طرف؟ بازو ندارن دلش که. جوونه. آقا جون شاید. عشق که شناسنامه نمیشناسه، که عشق شناسنامه نمیشناسه، سن و سال نمیشناسه. درسته؟ دیگه هم صحبت نباشه. جایی که رو حرف من حرف بزنن جای من اونجا نیست. درسته؟ بریم ادامه. دیگه میبینی که مبرویا استای سفراش سفری ایوبی سفراشو نمیخونه دیگه میبینی که مبرویا استای سفراش سفری ایوبی سفراشو نمیخونه نه ها دیگه بلرزون قدکتا بجون بلا بکتا بلرزون قدکتا بجون بلا بکتا چقدر خوشگل میرقصه خانم منیژه. نکته اول. نکته دوم چقدر مرگان بامزه و باحاله. و سومین نکته که از همه مهمتره، 2 نفر در یک دشت زیر یک درخت با یک دونه ویدیو این موزیک ویدیو رو رکورد کردن. یعنی شاید کلا رو هم دیگه اگر به دلار بخوایم حساب کنیم شاید کلا رو هم دیگه $100 هم هزینه‌شون نشده یا $200. مثلا یه دوربین خوب بخری شما بعدش هم که دو تایی برین و اینو کار بذاری شروع کنی. بعد مثلا خیلیا میان سیستم مختلف، کارگردان، تدارکات، صدا بردار، نورپرداز، هزینه‌های هنگام، 20 تا دوربین فلان اینا. این ویدیو
بالای 3,600,000 تا فقط توی یوتیوب ویو خورده. و خیلی هم ویدیو قشنگی هست. شاد، آهنگ خیلی. شاده. ببینید بعضی وقتا باید فکر آدم کار کنه. وقتی فکر شما خلاق باشه با هزینه خیلی کم میتونید درآمد زیادی داشته باشین زمانی که کار کنه. بریم ادامه. فکر کنم دیگه آخراش هم هستش. فهمم مرگم بابا گپکای دیلکتا بفهمم مرگم بابا گپکای دیلکتا رکس فس وی گرخت مرگن جون بسوی خانمون گرخت مرگن جون بسوی خانمون باید که نگزا küçük çay kampir جون باید که نگزا küçük çay kampir جون فیضلی این هم یه موزیک ویدیو به درخواست شما. نظر شما چیه؟ خیلی زیبا بود، خیلی. من که واقعا لذت بردم. من که خیلی لذت میبرم وقتی یه ویدیو شاد میبینم که بخوام باهاش برقصم. اوه تو بزن تا من برقصم. در این ویدیو یه چیزی خیلی مهمی که اونو در نظر نگرفتی، جملات حکایت های پند آموز علی ایکس دی بود. به کی؟ من؟ چرا؟ چرا؟ یا طرفدارای عزیزم، با عشقای خودم، دوست داشتنی های خودم، یادتون باشه از ما حمایت کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب. از ما حمایت کنید، نه از چلچراغ حمایت کنید. نه اوکی، همه چی اوکیه. دمشون دقیقا همیشه که ایشون میگن. ولی خب حالا مرسی که تا آخر این ویدیو با ما بودید. آخر ویدیو اون یکی ویدیویی هم که از مرگان ریاکت رفتیم میذاریم. اگه دوست داشتید ببینید با دوست دیگه به اشتراک بذارید. دمتون گرم. همیشه صحیح سلامت، جیباتون پر پول. دوستتون داریم. عاشقتونیم. تا ویدیوی بعدی. بدرود.